ببینید واقعیت اینه که جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های 46 ساله خودش که مردم ایران رو در معرض این جنگ قرار داد، مردم ایران رو در معرض سرکوب قرار داد، رو آورده به تشدید سرکوب‌های مردم و برای ایجاد ارعاب و وحشت رو آورده به تشدید اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده. و من عمیقاً نسبت به تداوم این سیاست ویرانگر جمهوری اسلامی اعلام نگرانی می‌کنم و امیدوارم که مجامع بین‌المللی حقوق بشری سکوت نکنند. وضعیت زندانیان در داخل زندان اوین به شدت امنیتی میشه. انتقال زندانیان در فضای مافوق امنیتی، یعنی با تسلط کامل تک‌تیراندازها، با دستبند و پابندهایی که به پای زندانیان زده شده، داخل ماشین‌های گذاشته شدن که اسکورت کامل امنیتی میشده. و من البته امید دارم که با وقوع آتش بس و توقف جنگ مردم ایران بتونن با سازماندهی و با مبارزه خودشون با هدف رسیدن به دموکراسی در واقع به جمهوری اسلامی پایان بدن.